بیا اینجا بهتون توی 1 دقیقه یاد بدم که چه حمایت مقاومتی بکشید که اصولیه و منطقیه. اما ابتدای کار شما همون حمایت مقاومت اصولی رو نمیتونید رسم کنید، اشکالی نداره. یا از اندیکاتور ایچیموکو کمک بگیرید. ما با ایچیموکو فقط و فقط به ناحیه ابرش کار داریم. همه این تیکا رو خاموش می‌کنیم و تیکای این بیسش رو می‌ذاریم باشه، بیس ابر کوموشو و ابر کوموشو می‌خواد پررنگ‌تر می‌کنیم حالا که حواسمون باشه. حالا ابرای کومو حالا چه فرق نمی‌کنه که سبز باشه یا قرمز باشه. خب حواستون باشه فقط به این ناحیه سطح صاف ابر کومو. و یه دیدگاه پروداکشنی هم داشته باشید که آقا منشأ فروش دقیقاً اینجا بوده، درسته؟ من سفید کنم که متوجه بشید. و بیاد اینجا با توسط این ابری که شما می‌بینید اینجا رو این ناحیه رو برای خودتون رسم کنید. میرید جلوتر، میرید جلوتر، میرید جلوتر و می‌بینید که بازار چقدر بهش خوب ریاکشن نشون میده. حالا تو تایم فریم 15 دقیقه میره تو تایم فریم 5 دقیقه ازش نوسان میگیری به سمت پایین، می‌بینید چقدر خوب ریاکشن نشون میده. حالا محدوده 15 دقیقه باز دوباره اینجا یه ناحیه صافی رو به ما نشون داده ابر ایچیموکو. میای اینجا خب قبلش باید حتما ببینید که آقا منشأ خرید هستش یا نه، یعنی یه کندل پرجونی داره قبل این خط صاف یا نه. و میای می‌بینید که آره این محدوده رو برای خودت مشخص می‌کنی، یعنی دقیقاً نمیای روی خط اینا، خب دقیقاً میای روی اینجایی که آقا کندل این مهم‌تره این ابر، خب این فقط میارد همون جایی که مهمه، این خط صاف میارد همون جایی که مهمه، بازار می‌خواد بهش ریاکشن نشون بده. چون میای اینجا خب اینو می‌کشی و میای می‌بینید که بله دوباره اینجا باشه ریاکشن نشون داده، رفته به سمت بالا. برید بک تست بگیرید، دیدگاه پرایس اکشنی داشته باشید، منشأ خرید، خط صاف ایچیموکو، لایک رو بزنید و عشق کنید.